سلام ایرانی، چطور این پرروها که پرروتر از ما ایرانی ها نیست. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من رها پوریا، دو مهمان گل خوشگل سنبل بلا. دیگه ما مهمان حساب نمیشیم. دیگه اینا مهمون نیستن دیگه صاحب چنل شدن. مهمون یه بار تو بیشتر اوقات هستن با اون بادکنکی که دیدیم. خوشت اومده. برو بریم. خوشت اومده. ببینیم رها چی آماده کرده برامون امروز. بچه‌ها امروز من مسئولم. چرا؟ چون هر سری 3 تا پسر بالاخره نمیشه من این وسط همش ببازم که. چی میگی واسه خودت؟ مسئونه مرزون. برو بریم. خب بچه‌ها یه بازی بر بچه‌ها آماده کردم که خب همتون میشناسید، معرف حضور همتون هست. جواب بله نه معکوس که من سوال ازشون میپرسم، نفری 10 یا 15 تا، ببینم چی تو چند تا دارن اونجوری تصمیم میگیرم. در نهایت کسی که برنده میشه برای اونی که بازنده میشه مجازات تعیین میکنه. و سلام. بکوب لایک و ساب یادت نره. دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. مجازاتش فلفل نیست. مجازات اون کسی که برنده میشه، واسه این اصلا نمیدونیم مجازات چیه. پس من با حمید شروع میکنم چون حمید همیشه مظلومه، ولی یادتونه اون سری چه با ملاقه میزد میبرد. من تون میپرسم تو هم تون جواب بده. سیب میوست؟ نه. ایران تو آسیاست؟ نه. سارا اسم پسره؟ آره. ریاضی زبانه؟ نه. پرتغال سیاهه؟ آره. خورشید تو شبه؟ آره. امشب ماه کامله؟ نه. سیگار واسه بدن ضرر داره؟ نه. تو دوست منی؟ سگ از گربه میترسه؟ آره. تابستون یکی از ماهای ساله؟ نه. پاییز بعد بهار میاد؟ آره. برف تو زمستون میباره؟ نه. سعید اسم پسره؟ چی؟ سعید اسم پسره؟ نه. گفت نه چی؟ نه. خیلی تو ماره قاطی میکنه آدم. بعد معکوس رو بگی دیگه. خوب بری سعید گفت اسم پسر هست معکوس دیگه. مغزش خوب نه. کار دیگه میکنه. اسم پسر نیست سعید، دختره. سعید. آها. سعید. خیلی تو من میپرسه. فیز میزم خب میخوره. من 15 تا هستن پرسید. کی شما چند تا درست گفت؟ همه رو درست گفت. بعد بالا تون پرسیدیم اصلا نفهمیدیم که باید ببینیم درسته غلطه. اینقدر تون پرسید اصلا باور خودش ریده بود. حرام. آقا از اینجا برنده که مشخص شد دوتا که همه هرچی پول اومده ببره تو این ویدیو. بس دیگه. از تصرف رها با بحثه دیگه اسم پسر ما؟ همچین دقت کرده اینجوری. نه آره. نه واقعا راست میگه. انقدر همه جا رو درست میگم من میگفتم مثلا نکن من اشتباه پرسیدم. سرعت انقدر من نرسیدم حساب کنم. مرسی واقعا دست در نکنه که حضور داری. خب آن جون بریم بپرسم ازت. برو. 3 تمرکز کردم. 2 1 نه یه چیزی بگم از اینجا برنده که مشخص شد دیگه. شما دوتا با هم تو چالش می‌بینید الان که ترکیه کشوره؟ نه. سایه پایتخت گیلانه؟ آره. جوراب جای کفشه؟ نه. جوراب جای کفش من نمی‌فهمیدم. من الکی گفتم. جوراب روی کفش می‌پوشی؟ آره. میگه آره. آره دی بعد معکوس. بردش حمید بردش با این آقا مسابقه. یه لحظه درست من نگفتم. من که اصلا نمی‌تونم. نه درست گفتم. خب. باباتو دوست داری؟ نه. مامانت همسر باباته؟ نه. مادر بزرگت زنده است؟ آره. قرآن 114 سوره داره؟ چی؟ قرآن 114 سوره نه. داره؟ نه. سگ پرنده است؟ آره. آسمون آبیه؟ نه. زمین گرد نیست؟ آره. بخاری خنک میکنه؟ آره. بارون از آسمون به زمین میاد؟ نه. من دوست داری؟ نه. توی دختری؟ آره. شخصیه؟ نه. آبگوش دسره؟ خیلی تو میپرسه. خب تمام دیلی میگه. خیلی تو میپرسه آره. رها. ولی اون میپرسه این با دیلی میگفت. با دیلی نه. خیلی یک ثانیه دیگه سخته اوکی. آقا. ولی من همه رو درست گفتم. درسته؟ واقعا نه دو تا رو اشتباه نه گفتی. کدوم دوتا رو؟ آقا ویدیو رو برگرد. دو تا رو ویدیو چک داریم ولی ویدیو دو تا رو چک اشتباه گفت. نه. دو تا رو اشتباه گفت. مامان بزرگ بود که تو شک داشتیم فقط. آره دیگه مامان بزرگ بود این که کفشم 2 بار گفت. کفشم 2 بار گفتیم کفش رو نه جوراب دیگه می‌پوشی. یه نه آخه دونه یه جوری من نفهمیدم. یه بار گفتی آره یه بار گفتی نه. نه جفتش گفتم آره. خب اشکال نداره داور دو تا سوختی. چرا؟ دو تا این فهمه شما چرا انقدر با من لجی. دو تا من همین الان هم داور دو تا ورزشیه. شد 200 شد. بچه‌ها شاید با خودتون فکر کنین رها چرا انقدر تون حرف می‌زنه. من خب بچه که بودم دیر به حرف زدن تخم کف دادم من خوردم. آخه این چه کاریه میکنه؟ بگه بانو. گفت پارتی بازی همه گفت. شنیدن. خیلی نامه اینقدر معرفت نداری. یعنی بود سر کلاس هم لو میداد. آره. ولی من همه رو گفتم.
جوراب با کفش رو اول اصلا نفهمیدم. پوریا باختی؟ باخت دیگه بابا. آقا سر چی من این باختم؟ امید تو همه بازی هم موقع نه ببره. دوری منو بگیره. من سر چی باختم؟ دوری نمیگیره تو. برو بریم. می گفتی هم دو بار مدیره. همین کفشو نفهمیدم. خب اصلش خود رها فهمیدم من ولی اشتباه دوست داری هم با گفته. تأخیر گفتی. بابا کجا؟ برو بریم حالا بچه‌ها هیچ چیزی نگی بزنید تمرکز کنم. آروم‌تر بگو برام. گوشم سنگینه. 3 2 1 اوه چه نفسی میگیره. سر ما وسط بدنمونه؟ نه. سئول پایتخت کره است. آره. هضمش از درجه پیامبری رسید. نه. به بیماری قند خون دیابت هم میگن. اوه یه رو فکر کن شطرنجه. نه. خورشید قرمزه؟ آره. دریا آبیه؟ نه. خاک صورتیه؟ آره. یخداغه؟ آره. آتیش میسوزونه؟ نه. تهران تو آمریکاست؟ آره. بیابون دریا داره؟ آره. جوراب پوشیدنیه؟ نه. لباس خوراکیه؟ آره. انسان دو تا پا داره؟ آره. ماست سیاهه؟ آره. ماهی پرواز میکنه؟ آره. استفاده خوردنیه؟ چی؟ نفهم همینطوری پرسی کرد. آقا وایسا کفش این اول چی همینطوری اصلا شما پرسید. فهمیدین چی گفت؟ استکانا استکان برات کنه استکان برات کنه سلام 엄청난 듯한 많대요. ژاپنی میره تعلیم. یهو میره چینی بچه لئو ترسید بگو یه بار دیگه ترکات هم نزد زبادنیه؟ از اون داری داره مجازات میکنه ما رو تو هاوکته؟ زبون ژاپنی شما کنید لش کنه یه بار خودش تو بازی میستاره همه ما رو صاف میکنه واقعا بگو استفراغ خوردن استفراغ استکان سرد استرداد سطل نه چیز استقرار اشتراق نیروها. سم خانم بچه ها شنیدن اومد استکان این شاید 20 سالی بود. ما دو تا این باز دو تا داریم. اسم. یکی 20 سالی یکی چیز. من اصلا اولشون نفهمید امید میگه استکان برو بریم خواهش کن استفراغ خوردنی آره این دارن که پوریا باخته چرا باختم حالا درست نه گفتم دو تا. خیلی هم دو تا اشتباه گفتم. نه آقا دستشویی ما گفتم. مثلا نمیفهمیدم چی میگه این دستشویی هواکش داره؟ نه فاضلاب بو میده؟ آره شب سفیده؟ آره جوراب پاره میشه؟ آره مثلث دیگه گرده؟ من داره میگه. آره از سفیده؟ نه شیر آبیه؟ گوسفند شیر داره؟ آره نه گربه شیر میخوره؟ آره نه. خلاصی را. چند تا باید جواب بده آره، آقا مگه نه. میشه؟ حیات خوبه. این خوبه، خوبه. چند تا باید جواب بده دست به یکی کرده چون که باید من خیلی. کاش من نفر اول بودم. مجازات زنها برای چی نفر داره؟ اول دیگه بزاق در خودشون همه رو واقعا مال من نمیفهمید چی میگه به من دو کرد. جلو تو کسی؟ اصلا مال من نمیفهمید چی میگه خودشم فکر کنم چقدر خوش گذشت بهش ولی خندم خیلی باحال بود چرا یه همشکی میگه حالا بذار با خودم بگیم آه راست نه، میگه بیا، بیا، بیا. میتونم به مثلا نظر من. سنگ مرغ. یه شکلی زشته که خوش در فریز شد. بیاره بعد فریز شم آفرین. چیکار کنم شبیه میمون کن. یه شکل ببین یه ادا یعنی میمیک صورتت کلا عوض زایی میشه. است خب این کار یه عدای زشت در بیاره بعد من نکنم 5 طوری. ثانیه فریز شه ها اونجوری 10 کنم ثانیه واقعا فریز شه خب نشون بده به دور بینه جا نه. بکن یه دونه اما که اگه یه دونه مجازات بکن. میشه یه دونه همونجوری خدا بکن رو شکر بیا. یه دونه بکن این زشته ببین قشنگ انگار دندونت ترکیب به هم کرده. بریزه. آها 1 2 3 4 چشم درد گرفت بابا. خوبه در این حد حالا ببین چه آروم داره میشمونه 1 دو 3 کاشی خوندن هم همینطوری بود. آره بچه ها دمتون گرم داشت میرم که این ویدیو رو ما دیدین اینا باختن ولی رو نکردن خود حمید 3-4 تا اشتباهی گفت همین که اینقدر نه. تو نامه یه داور فداکار. درست بود. استاد باخت نشون تمام ندادم. شکست رو این قبول هرچی کن. پول و اینا رو میخواد بیاد ببره تو ویدیو سر موقع استاره تابلو برم. دمتون گرم خیلی عشقید که ما رو حمایت میکنید امیدوارم که خوشتون اومده باشه ساب کنید لایک کنید زنگوله رو بزنید تا درودی دیگر بدرود بچه‌ها میبوس همتون ممنون از حمایتتون مرسی که ما رو نگاه کردین